سلام، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من هالم و اینجا چنل یوتیوب آکادمی کنکور هنر لوتوسه. قراره توی این ویدیو با کلیات کنکور هنر آشنا بشیم و به سوالات احتمالی شما در رابطه با کنکور هنر جواب بدیم. قراره که از این به بعد جواب یه سری از سوالای پرتکرار بچه‌ها رو توی کانال یوتیوبمون پوشش بدیم و راجبش ویدیو بسازیم. پس حتما همین الان سابسکرایب کنید و اگر که از ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت فراموش نکنید. قدم اول هر آزمون شناخت دقیق اون آزمونه و هدف این ویدیو اینه که شما با کنکور هنر آشنا بشید که بدونید اصلا برای اینکه رتبه خوبی توی کنکور بگیرید دقیقاً چه کارهایی باید انجام بدید. کنکور هنر دو بخشه. بخش تئوری و بخش عملی. بخش تئوری که مثل باقی کنکورهای سراسری مثل تجربی، ریاضی و انسانی در یک روز مشخص به صورت هماهنگ بین تمامی رشته‌ها برگزار میشه. و اما بخش عملی یه پروسه طولانی و گسترده‌ای داره که توی این ویدیو قرار نیست راجبش صحبت بکنم و یک ویدیو مختص آزمون عملی قراره توی این کانال براتون بذاریم. اما چرا الان بحث عملی رو مطرح کردم؟ فقط برای اینکه بدونید یکی از فرق‌هایی که کنکور هنر با کنکورهای دیگه مثل تجربی، ریاضی، انسانی داره اینه که شما باید توی کنکور عملی شرکت بکنید تا بتونید وارد رشته‌ای که میخواین توی دانشگاه بخونید بشید. برگردیم سراغ بخش تئوری. بخش تئوری شامل 3 درسه. درک عمومی هنر با ضریب 12، درک عمومی ریاضی و فیزیک با ضریب 5، خلاقیت تصویری با ضریب 3. پر واضحه که هر چقدر ضریب درس بالاتر باشه تأثیرش توی خوب بودن یا بد بودن نتیجهتون هم بیشتره. یه نکته اینجا بهتون بگم. احتمالاً اگر داخل گوگل سرچ بکنید کنکور هنر و اگر سایتی رو باز بکنید که بعد از سال 1402 آپدیت نشده، به احتمال زیاد کنکور هنر رو گفته 7 درس تخصصی داره. درک عمومی هنر، خلاقیت تصویری، خلاقیت نمایشی، خلاقیت موسیقی، ترسیم فنی، درک عمومی ریاضی و فیزیک و خواص مواد. درسته، کنکور هنر تا قبل از سال 1402 در بخش دفترچه تخصصی این 7 درس رو داشت. اما حالا چی شده؟ حالا اومده تمام این درس ها رو با هم دیگه ادغام کرده. یعنی چی؟ درک عمومی هنر شده تلفیقی از سوالات تاریخ هنر، خواص مواد، خلاقیت نمایشی، خلاقیت موسیقی، عکاسی و غیره. از اسمش معلومه درک عمومی هنر، یعنی راجع به هر هنری میتونن بهتون سوال بدن. در واقع دروسی که قبلا توی کنکور بوده حذف نشده و اومده زیر تیتر درک عمومی هنر سوال میاد. یه تفاوت دیگه هم داره. قبلا اگر به طور مثال 20 تا سوال خلاقیت نمایشی میومد، الان شاید 5-6 تا سوال بیاد. قبلا برای بچه‌هایی که نمایش می‌خواستن ضریب 4 داشت اون 20 تا سوال، برای بچه‌هایی که نمایش نمی‌خواستن ضریب 1 داشت. اما الان به صورت یکسان برای همه رشته‌ها ضریب 12 داره. این یعنی یه سری درس‌ها مثل خلاقیت موسیقی و نمایش که قبلا تیترش بوده و الان توی کنکور تیترش وجود نداره، نه از اهمیتش کم شده و نه به اهمیتش اضافه شده. تعداد سوال کم شده اما ضریب بالا رفته. بخش درک عمومی ریاضی و فیزیک خیلیا به اشتباه به بچه‌های کنکور هنری میگن که باید بچه‌های رشته ریاضی رو بخونید که این اصلا درست نیست. در واقع از اون چیزی که توی هنرستان شما ریاضی میخونید یه کوچولو سخت‌تر، اما از اون چیزی که بچه‌های ریاضی فیزیک توی دبیرستان میخونن خیلی آسان‌تره. توی درس ریاضی و فیزیک اینه که درس قاعده‌مندیه. یعنی چی؟ ما توی درک عمومی هنر و خلاقیت تصویری نمیتونیم بیایم بگیم 100% قراره از این مباحث مثلا 5 تا سوال، 6 تا سوال، 10 تا سوال بیاد یا از فلان مبحث قراره اصلا سوال نیاد. هر سال یه چیز تقریبیه. مثلا ما توی درک عمومی هنر میدونیم که هنر مدرن بخش مهمیه و ازش سوال میاد. اما اینکه چند تا سوال میاد، یه سال ممکنه 7 تا سوال بیاد، یه سال ممکنه 4 تا سوال بیاد و این از اهمیت بخش هنر مدرن برای ما کم نمیکنه. اما درک عمومی ریاضی و فیزیک ما میدونیم که 4 بخشه. بخش اول سوالات که دقیقاً سوالات اوله، 7-8 تا سوال محاسبات عددی میاد و یک مقدار سوال هندسه میاد، سوال خلاقیت هندسی و هوش میاد و 5 تا دونه سوال فیزیک میاد. این کارو برای شما راحت میکنه.
اگر ریاضیتون ضعیفه میتونید تصمیم بگیرید کدوم بخش از ریاضی رو بخونید. مثلا یکی میاد میگه من هندسه‌ام خوب نیست و فقط فوکوس میکنم روی محاسبات عددی، یا یکی میگه من محاسبات عددی خوب نیست، فوکوس میکنم روی هندسه. پیشنهاد من به شما اینه که بخش هوش رو همتون جواب بدید، چون واقعا اصلا لیلی خانم چون اصلا نیازی به این که ریاضیتون خوب باشه نداره و صرفا با یه سری تریک‌ها میتونید اون چند تا سوال رو جواب بدید که خودش نزدیک به 30%. گفتم که میتونید تصمیم بگیرید یه بخش از ریاضی رو حذف بکنید، یه بخشش رو حذف نکنید. الان تو این بازه از زمانی زمان تصمیم گیری راجع به این قضیه نیست. اگر که رتبه 2 رقمی توی ذهنتونه، 2 رقمی به پایین، الان نیاز نیستش که چیزی رو حذف بکنید. یه چندین ماه به خودتون فرصت بدین. شاید الان در حال حاضر بگی من ریاضیم بده و من محاسبات عددی رو اصلا نمیخوام بزنم، اما شاید بری توی درس شروع کنی به خوندن، کلاس برداری و ببینی که نه برات اوکی شده. از محاسبات عددی هم مثلا اگه 8 سوال میاد 2 تاشو میتونی جواب بدی، 3 تاشو میتونی جواب بدی. این خودش تو رو از چند هزار نفر جلو میندازه. و بخش خلاقیت تصویری، همونطوری که از اسمش معلومه، در رابطه با هر چیزی که به تصویر ربط داشته باشه میتونه از شما سوال بشه. لزوما قرار نیست حتما یک تصویری بهتون بدن، که البته تعداد سوالایی که راجع به خلاقیت تصویری میاد و واقعا یک تصویر توی کنکور بهتون بدن خیلی بالاست، اما ممکنه یه سری از سوالا هم داخلش تصویر نداشته باشه. کتاب‌های رشته‌هایی مثل گرافیک، فوتوگرافیک، نقاشی، این رشته‌هایی که مربوط به هنرهای تجسمی ان و به تصویر ربط دارن، منبع سوالای خلاقیت تصویریه. این درس یه کوچولو تحلیلی هم هست، اما باید در نظر بگیرید که هر چیزی قواعد خودشو داره. خلاقیت تصویری مثل زبان تصویره. اینه که شما بخواید موسیقی بخونید و باید اول زبان موسیقی که نوت، گام و تئوری موسیقی رو بلد باشید. اینم همینه. اگر قواعد تصویر رو، زبان تصویر رو درست و حسابی و از پایه درست یاد بگیرید، قطعا میتونید اون سوالای تحلیلی رو هم با تمام اون قواعدی که اول سال یاد گرفتین جواب بدید. رابطه با دفترچه کنکور بهتون بگم، 100 تا سوال دارید. 50 تا سوال درک عمومی هنر 50 دقیقه، 30 تا سوال درک عمومی ریاضی و فیزیک 45 دقیقه، 20 تا سوال خلاقیت تصویری 20 دقیقه. یعنی مجموعاً 100 تا سوال و 115 دقیقه زمان دارید. یه نکته ای رو بهتون بگم که شما هر رشته‌ای باشید مهم نیست. صرفاً اینکه دیپلم داشته باشید یا 12 باشید و در حال گرفتن دیپلم باشید کافیه که بتونید کنکور هنر شرکت بکنید. پس فرقی نداره رشته‌تون نظری باشه، فنی حرفه‌ای یا کار و دانش. هیچ اشکالی نداره. با همه این دیپلم ها میتونید کنکور هنر شرکت کنید. کنکور هنر یک کنکور شناوره، یعنی با هر دیپلمی میتونید توی این کنکور شرکت بکنید و سوالات تمام رشته‌ها یکیه. قبل از سال 1402 که عمومی از کنکور حذف بشه، ما یه دفترچه‌ای داشتیم تحت عنوان دفترچه عمومی که ما ادبیات، عربی، زبان و دینی رو باید به صورت تستی بهشون پاسخ میدادیم که مجموعاً 100 تا سوال بود. الان این فرمت از توی کنکور حذف شده و شده در قالب امتحانات نهایی که قاعدتاً باهاش آشنایید. من یه چیز کلی در رابطه با امتحانات نهایی بهتون بگم. یه سری دروس هست که باید آزمون بدید. برای پایه 12 زبان، عربی، دینی، ادبیات فارسی و سلامت بهداشت. حالا چرا من میگم یه چیز کلی بهتون بگم؟ قوانین امتحانات نهایی با توجه به شرایط ممکنه تغییر کنه. به طور مثال برای شروع سال 1405 گفتن که تاثیرات نمرات امتحان نهایی پایه 11 به صورت مستقیم قرار وارد بشه. یعنی چه آزمون رو خوب بدید چه بد بدید روی کنکورتون قرار تاثیر بذاره. اما بعد اومدن به خاطر شرایطی که توی کشور پیش اومد تاثیرات پایه 11 رو مثبت اعلام کردن. یعنی اگر بد داده باشید تأثیری نداره، اگر خوب داده باشید یه نتیجه مثبتی توی نتیجه نهاییتون میذاره. به خاطر همین در رابطه با امتحانات نهایی و سوابق تحصیلی الان نمیشه با قاطعیت صحبت کرد و هر وقت در رابطه با کنکور 406 نظر نهایی رو سازمان سنجش اعلام کرد، حتما یه ویدیو درست میکنم و راجع به این قضیه بهتون توضیح میدم. هر کسی هر رشته‌ای که داره میخونه باید کتاب‌های رشته خودش رو امتحان بده، به جز بچهای هنرستان که کتاب زبانشون رو باید زبان 3 که برای بچهای ریاضی تجربی هست امتحان بدن. سلام. بیا اینجا بشین.
میخونن به جای تاریخ معاصر، اب نداره بذار بشینه. و نکته پایانی این که کسایی که علوم انسانی میخونن به جای تاریخ معاصر و تاریخ معاصر 2 رو امتحان بدن. باز هم میگم راجع به امتحانات نهایی و سوابق تحصیلی همون موقع که نتیجه نهاییش بیاد و دستور نهایی صادر بشه حتما ویدیو میگیرم و توی کانال براتون میذارم. این بود کلیات کنکور هنر که باید بشناسیدش. خلاصه بخوام بگم 2 بخش، تئوری و عملی. بخش تئوری 3 درس داره: درک عمومی هنر با ضریب 12، خلاقیت تصویری با ضریب 3، درک عمومی ریاضی و فیزیک با ضریب 5. مجموعاً 100 تا سواله و 115 دقیقه زمان پاسخگوییتونه. هر رشته‌ای که باشید مهم نیست، با هر دیپلم میتونید کنکور هنر شرکت بکنید. در رابطه با هر چیز دیگه‌ای که راجع به کنکور هنر باشه، مثل اینکه منابعش چیه، چجوری منابع رو بخونیم، چیکار باید بکنیم، چجوری برنامه‌ریزی کنیم، توی ویدیوهای آینده توی همین کانال بهتون میگیم. یادتون نره که پیج اینستاگرام آکادمی لوتوس رو هم فالو بکنید.